سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز سه‌شنبه 1 دکبر همراهی شما. تعدادی از صرافی‌های پایتخت تاجیکستان روز 1 دکبر درهایشان را بستند و معاملات با اسعار خارجی را قطع کردند. خبرنگاران رادیو آزادی اکثر این نقطه‌های مبادله اسعار در یکی از خیابان‌های مرکزی سرادم دوشنبه را بسته پیدا کردند. بستن صرافی‌ها یک روز بعد از آن صورت گرفت که بانک ملی تاجیکستان گفت مبادله ارزی خارجی از این پس تنها در بانک‌ها انجام می‌شود. بر اساس این قرار ساکنان و صاحبکاران و تاجران و مؤسسه‌ها برای خریدن اسعار نقدی خارجی باید به تشکیلات‌های قرضی و بانک‌ها مراجعه کنند. طی یک ماه اخیر قرب دلار در تاجیکستان بسیار بالا رفت و روز 30 نوامبر یک دلار از 7 سومانی و 35 درهم هم گذشت. سر از سال 2015 قرب سومانی در برابر دلار تقریباً 30% پایین آمده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت با وجود آنکه کشور در آلوده کردن محیط زیست نقش زیاد ندارد ولی از عاقبت‌های گرمایش کره زمین رنج می‌کشد. امام علی رحمان روز 30 نوامبر در نشست بین المللی درباره تغییر اقلیم در شهر پاریس پایتخت فرانسه گفت تاجیکستان از نظر پرتاب گازهای گلخانه‌ای از جمله گاز کربن که سبب بالا رفتن حرارت در سیاره شده است در یکی از مقام‌های اخیر می‌ایستد ولی هر سال به سبب گرمایش اقلیم صدها میلیون دلار زیان می‌بیند. در دوام 30 سال اخیر از 14,000 پیریخی موجوده بیش از 1000 تای آن به نابودی رسیده است. این روند باعث افزایش آفت‌های طبیعی و تنزل اکوسیستم آبی گردیده. هر سال به مملکت به صدها میلیون دلار ضرر مادی میرساند و سببگار تلفات زیادی جانی نیز میگردد. در نشست بین المللی تغییر اقلیم که تحت رهبری سازمان ملل صورت می‌گیرد رهبران بیش از 100 کشور جهان شرکت می‌کنند و هدف آنها رسیدن به سازش است که اجازه بدهد پرتاب گازهای آلوده کننده محیط زیست کاهش یابد و پیش راهی گرمایش کره زمین گرفته شود. دادگاه عالی روسیه حکم دو سرباز پایگاه نظامی این کشور در تاجیکستان را به تغییر گذاشت که هر دو با گناه قتل بی‌رحمانه یک راننده تاجیک به زندان محکوم شدند. در این باره عبدالقیوم یوسفوف وکیل مدافع خانواده راننده تاجیک روز 1 دکبر بر رادیو آزادی خبر داد. ایلدار سخاپوف و فیودر باسیموف سربازان پایگاه 201 روسیه ماه اوگوست همین سال برای قتل رحیمجان تشابویف یک راننده تاکسی در دوشنبه از 13 تا به 17 سال به زندان محکوم شدند ولی وکیلان دفاعشان از این حکم به دادگاه عالی روسیه شکایت بردند. مفتشان میگویند سربازان روس از شهروند تاجیکستان قرضدار بودند و خواستند با کشتن او از قرضهایشان خلاص شوند. جسد سربریده رحیمجان تشابویف را 19 اوگوست پیدا کردند و سربازان نیز آخری همان ماه به زندان محکوم شدند. مقامات روسیه یک شهروند تاجیکستان را برای شوخی ناجایش در فرودگاه ونوکاوای مسکو دستگیر کردند و ممکن است او را برای چنین شوخی به زندان محکوم کنند. سفارت تاجیکستان در مسکو روز 1 دکبر گفت خواجه قلوف یک ساکن ناحیه جیلیکول هنگام گسیل دوستش در فرودگاه با کارمندان امنیتی فرودگاه شوخی کرده است که در جیبش بمب دارد و این گفته را 2 بار تکرار کرده است. برای چنین رفتار ماموران امنیتی خواجه قلوف را دستگیر کردند و نسبت او با ماده پهن کردن اخبار بردروغ خطرناک برای حیات انسان و جامعه پرونده جنایی باز کردند. سفارت تاجیکستان از مهاجران خواست که دیگر این گونه شوخی‌های بیجا را در مکان‌های عمومی تکرار نکنند. سفارت تاجیکستان با استفاده از فرصت به مراجعت به شهروندانش در قلمرو فدراسیون روسیه خواهش میکند که از هر گونه شوخی هایی که عاقبت های سنگین دارند خودداری کنند، زیرا که شوخی و یا بگیریم همین گونه رفتار در دایره قانون به خصوص در حال حاضر که جهان و از جمله روسیه نیز از لحاظ خطرهای تروریستی بسیار هم حساس است، مشکل زیاد ایجاد خواهد کرد. در صورت ثابت شدن گناه شهروند تاجیکستان ممکن است او را تا $3000 جریمه و یا تا به 3 سال به زندان محکوم کنند.
و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم از ایمیل رادیو آزادی برای تلفن های همراه.